سلام دوستان، خوش آمدید به کانال امین پزنده. امروز ما با شما موافق طبع درخواست بسیاری دختران آماده کردیم قروتاب. اولا آماده میسازیم فطیری ورقی نش را. برای فطیری ورقی 250-300 گرم آرد، 200-250 میلی گرم آبی جوشانیده خنک و یک قاشق میده نمک آمیخته کرده خمیری نه ملایم و نه سخت تیار میکنیم. خمیر ما تیار 10-15 دقیقه و دم میتیم خمیر ما دخترا. من چه که میبینید خمیر تیار، اکنون راست کرده میگیریم تیار میکنیم برای فطیری ورقی. من خمیر راستکار گرفتیم دخترا. اکنون قبطش به روغنی سلیویشنی مسله یا مارگارین میمالیم. بعدن پیچانیده به قسم ها جدا میکنیم. من به 4 قسم جدا کردم دخترا. اکنون پیچانیده مثل زواله نان بعدن راست میکنیم. من دخترا فطیرمای راست کرده گرفتیم. اکنون روش به شیر یا جرغاب میمالیم. اگر تخم زردیش باشد میتونید تخم زردیش استفاده برید و در حرارت 200-220 گرادوس 15-20 دقیقه پخته میگیریم. من دخترا چه که میبینید فطیرما تیار پخته گرفتیم. اکنون برای آماده کردن قروتاب شروع میکنیم. با قسم ها جدا کرده میگیریم فطیر دخترا و بعدن 150 گرم روغنی زرد، روغنی قایماقی سوختگی دخترا تصفانده میگیریم. بعدن جرغا 4 قاشق کلان با آبی جوشانیده شده آمیخته کردگی نمک پاشیدم. سالتش پیشکی من تیار کرده ماندگی دخترا. من با بالای فطیر جرغاتمون رو همراه کردیم. اکنون با بالای جرغات پیاز را 1 دانه پیاز 3 مراتبه شستگی دخترا من همراه کردیم. اکنون روغنی تفسیدگی من روغنی زردمویه همراه میکنیم. اکنون با بالایش پمیدار و بادرینگش میگذاریم. قروتابمون تیار دخترا. اگر یگان جای خطاگیش باشد اگر پیشکی عذر. اسلوبی من قروتابی تیار میکردگی همین طور دخترا. اگر برای شما پسند آمده باشد کانالمان را دستگیری کردن را فراموش نکنید. تا ویدیو رولیک های آینده خیر در پناه خدا باشید.